سلفی هایی است که ما دشمنی نداریم، بدبینی نداریم. این باز در موقع شما را نشان دادم ده مرتبه. سلفی ها در کتابشون نوشته است که عایشه در جنگ جمل با مقابله حضرت علی آمده، عایشه مرتد شدگی است، توبه نکرده باشه کافر بوده. این عبارت کتاب سلفی ها. در دیگر جاش آیون زمزم فی میلاد عیسی بن مریم تفسیر است، نوشته میکنه که زکریا مریم به شوهر داد، وقتی شوهرش درآمد نکرد، بعد از این خال کرده گرفت، اینمی عیسی بچه اینم شوهر است. کفریاتی که در کتاب‌های سلفیات ولی در کتاب شیعه باشه، در کتاب کمونیستا باشه، به هیچ کسی دیگه باشه. بعد میره شیخ قرآن باید سلفی میشه. این دیگه غلط است. من این هر کس بگم با یک آمین گفتن در نماز شام، نماز اعلا کرده، خراب کرده، شتچ کرده، مغرب به دست کشید. این که میگه سلفی. دیگه کامش خراب به اساس. این خودی ما با سلفی ها نداریم بدبینی، ولی اینها این ترتیب است که حمله میکنن. میگن نمازی که رفیت نکردید نماز نمیشه، قرائت خلف امام نکردید نماز نمیشه، سوره بقره را اول آخرش از سر قبل خوندن بدعت است، تراویح 20 رکعت بدعت است. وقتی که عرض کردن مجبور با اینطور دفاع میکنه که دندانش آنش کنه. ولی دلیل با دفاع علماء تا نمیکنه. او ما دیگر نوع بدعتیش رو خود ولی که ما از اصل و اصول سلفیت خبر داریم که از کجا نشأت کرد، کی بود، با چه ترتیب آمد، چرا آمد، کی باعث شد اینا، ریشه و بنیانش ما خبر داریم. که با چه ترتیبی ظهور کرد، چند تا ظهور کرد. این در اینجا اصلا یکم هدایه یکم تصدیق کلام شده، هدایت نتری گفته، نوتری گفته، اما ای برادر گفتی اما که تربه عیب مردم در پیش رو می‌بینی و خودی دو قطعه خود در پس پشت یعنی تو کتابای خود من یاد همین کتابای بوغال روایت دقت خان مولانا عبدالحی کتاب نوشته کرده العروج بواسطه الفروج. این نواب دختر شایجیانه که گرفت با واسطه یک پشتیبانه پیدا کرد، این دکتر کرد سر علمای دیوبند احناف که به اندازه اخیر. بعد مولانا عبدالحی نوشته کرد که العروج بواسطه الفروج. با واسطه دختر شایجیانی اینقدر چه پیدا کرد و آیه بگن نمو چیزهای حضرت معاویه را فاسق میگن، ظالم میگن، حضرت خالد میگن، حضرت عمر بدعتی میگن و چه الفاظهای ناشای عیشیه که بهتر است. بسیار کم شد که یمان تشریف کنند که سیاست مدار یک ذره تقیه کردن میره و نمون کشی شد اما لیش بودی کم کنند بیاقل شد چه کرده یمان تشریف کنند نرمز غنیمت است، یمان که ریش بسیار چکی از اندازه تجاوز اگر نه ما با این قامین بالجار و رفیت در اینا جنجال کردن 200 مرتبه میکنم. کسی جنجال میکنه نعمت است، اگر کسی این را بد ببینه غلط کرده، خطا کرده، اشتباه کرده. امام احمد بن حنبل آمین بالجار رفیت میکنه، امام شافعی آمین بالجار رفیت میکنه، یا غلط است. دیگه غلط نه. اگر رفیت نمیکنی درست، بد نمیبینیم، ولی بنظر من راجع به اولا است که رفیت نشود، بنظر راجع است که رفیت شود. این مسائل نه کسی جنجال میکنه او جاهل است، ولی در ذهن او مثل سر جای ما ایستادگی بود، دادن که ایستادگی بود، اما دامن شما کرد که نه بالا کش چیکلیسا اینا نه سر جای ما اون بیدار ایستادگی بود. یا کرد ایزه بالا رو ببین که در عقیده از اینا چقدر خبث است، در عمل از اینا چقدر گندگی است. الف لام را بار متاسفم با واسطه رفیات آمین بالجان قرائت خلف الامام جنجال کردن تا غلط است. من دهان این که درست برای ما اولا امیر اگر او وقت میگه که نه نماز تو نماز نشد خود مجبور کنید اما بنفس رفیات آمین بالجان نه گناهگار است نه مجرم است نه میگه که نمازش نشد نمازش میشه درست. اما بنظر نظریه و معلوماتی که من شخصی دارم اولا آدم دفعه است، اولا است که آمین خفیه بود، اولا است که قرائت خلف الامام در نماز جهر نیست، در نماز خفیه با چندان نداره. الف لام را کتاب احکمت آیاته استدافت القرآن کتاب مبار بودیم قرآن تعبیر با کتاب چرا میکنه. نسبت یک ویدیویی که دیروز به دست من رسید تقریبا 4-5 دقیقه است خطا نکنم اگر در بدخشان افغانستان یک پیر موی سفید ضال مضل گمراه و منحرف شده یک غالی مقلد کوری گمراه است، از قرآن و سنت بوی ندارد، از مذهب سلف بوی ندارد، آمده میگوید که ما سلفی ها را بد نمی بینیم، ما به سلفی ها دشمنی نداریم، اما سلفی ها از رافضه کافرترند، اما سلفی ها از رافضه خبیثترند، اما سلفی ها کافرند میگید. الله المستعان. و به گفتش دلیل میارد که گویا سلفی ها حضرت مادرمان عایشه رضی الله عنها را مرتده میگفتند به خاطر اینکه به حضرت علی قیام کرده. این تهمت
محض است و این سخن رافضه است. این پیر گمراه، این پیر ضال و مضل، این پیر مقلد کور شرم نکرده سخن برادرانش رافضه خبیث را به بالای کسانی که خود را نسبت به عقیده سلف صالح میدهند، اهل سنت و الجماعت هستند، میگند که ما دینمان را از سلف صالح میگیریم، به انمونها نسبت میدهند. یگان نفر از کسی که خود را سلفی گفته هرگز عایشه رضی الله عنها را تکفیر نکرده. این باطل است، این سخن رافضه است، این تهمت محض است. الله لعنت کند تهمت کنندگانی که نترسیده به بالای مسلمان ها تهمت میکنند، نترسیده در بین مسلمان ها تفریقه می اندازند، نترسیده دسیسه رافضگی را پیش میبرند. اینها قبوری اند، این خبثای قبوری انمین وظیفه شون است. تا این درجه مذهب سلف صالح را بد میبینند. الله المستعان. اولین کسانی که مادرمان عایشه رضی الله عنها را شب و روز دفاع کردند و میکنند و آینده خواهند کرد، انا همین اهل سنت هستند. انا همین کسانی هستند که خود را به سلف صالح نسبت میدهند. ما میگوییم و ازواجه النبی اولی بالمؤمنین و ازواجه امهاته. رسول الله برای مؤمنین، برای مسلمان ها اولاتر و بهتر از نفسهایشان هستند و زنهای رسول الله مادران مؤمنین هستند. عایشه رضی الله عنها مادر ما هست، مادر مؤمنین و مسلمین است. عایشه رضی الله عنها صدیقه بنت صدیق است. الله لعنت کند کسی را که عایشه را طعنه میزند. الله لعنت کند کسی را که مادرمان عایشه صدیقه بنت صدیق را کافر میگوید. الله لعنت کند این پیر گمراه را که تهمت به اهل سلف میزند یا تهمت به کسانی که خود را به سلف میزنند میزند. تهمت محض است. این سخن رافضه هست. رافضه هست که مادرمان عایشه رضی الله عنها را قذف میکند، ناپاک به ناپاکیات میکند. رافضه هست که مادرمان عایشه رضی الله عنها را مرتد شد میگوید. مرتده شد. برای چی؟ برای اینکه به علی خست. علی یکی از امامهای معصومین رافضه هست. امام ما اولینشون بعد از رسولان و بعد از رسول الله ابو بکر صدیق است و دومینشون عمر الفاروق است و سومینشون عثمان ذی النورین است و بعد از این علی رضی الله عنه است، رضی الله عنهم اجمعین. و یگان نفر اینها معصوم نیستند. هر کسی که مادرمان عایشه رضی الله عنها را مرتد بگوید خودش مرتد است، خودش کافر است. و اما هر کسی که همین سخن رافضه را به سر اهل سنت، به سر سلفی ها میزند، سلفی هایی که اهل سنت هستند، این یک گمراه ضال است. این موسفید بدخشانی گمراه ضال است. از عقب این نماز خواندن باطل است. از عقب همین انسان نماز خواندن نمازتون باطل است. ای اهل بدخشان افغانستان، ای اهل بدخشان افغانستان، من نظر کردم که در ویدیو چقدر خالصانه مخلصانه در گرد این دجال ضال و مضل پیر گمراه ضال حلقه نشسته. آیا میدونید که این دجال است، دعوت کننده به سوی جهنم است، دروغگوی تهمتگر است، ضال و مضل است، آشکار واضح دروغ میگوید. و بعد از این میگوید که سلفی های امروزه میگویند در کتاب عیون زمزم فی دین عیسی ابن مریم میگه. اول نظر بکن که آیا این کتاب هست یا نیست، ای کذاب مردار. و بعد از این نظر بکن که این کتاب کی نوشته، کدام سلفی نوشته، کدام اهل سنت نوشته. این تهمت بهتان است. میگوید که گویا در همین کتاب سلفی ها نوشته باشند که عیسی این
از یک مردی که گویا مریم را به همون مرد زکریا داده بوده است، از یک مرد به وجود آمده. یعنی عیسی پدر دارد. سلفی ها میگفتن که آیت قرآن را گویا سلفی ها این کار میکردن. به پدر تولد شدن عیسی را گویا سلفی ها این کار میکرد. این دروغ محض است. ما ایمان به کتاب الله داریم. دین ما قرآن است، دین ما سنت است، دین ما مذهب سلف صالح است. فهم صحابه تابعین تبع تابعین است. هر چیزی که در قرآن و سنت و فهم صحابه تابعین تبع تابعین است، مذهب ما امین است، دین ما امین است. ما سلفی، انا همچنین سلفی هستیم، یعنی پیروان سلف صالح. فهم ما موافق فهم سلف صالح است. فهممان را ما از فهم سلف میگیریم. فهم جداگانه از سلف نداریم. فهم مستقل و علاهیده بیرون و جدا از سلف نداریم. چگونه که صحابه فهمید همون گونه میفهمیم. صحابگان این گونه نفهمیدند. هر کسی که بگوید که من آیت قرآنی که آمده است که عیسی به پدر تولد شده به نفخ قبول ندارم، عیسی به پدر تولد شده بگوید، کافر است. قرآن را تکذیب کرده است. اما این سخن بد را این پیر ضال، این متعصب کور ریش سفید می آرد به سر اهل سنت و الجماعت میزد. به خاطر چی دروغ میگوید؟ ای مردم بدخشان افغانستان، بالاخره فارس هستید، بالاخره تاجیکی را فارسی را میفهمید. بفهمید که شما بیچارگان مقلدی انا همچنین پیران و زال گشتید. شما را گمراه کردند و در روز قیامت هم همراه انا همون انسان میخیزید. شما نمیتوانید بگویید که این پیر زال ما را گمراه کرد، الله ما را ببخش. گفته نمیتوانید. برای چی؟ برای که در نزد شما قرآن است، سنت است، علما و طالب علم اهل سنت است. تهمت را دیده و دانسته قبول نکنید. هیبت اینها، شکل اینها، بسیار بودن این گمراه ها سبب گمراهی شما ای اهل بدخشان افغانستان نشود. والله تهمت محض است، والله دروغ است. این پیر ضال، پیر گمراه میگوید که کافر بودن سلفی ها از رافضه هم، از ملحد ها هم، از اتئیست ها هم، کمونیست ها هم سخت‌تر است میگه. والعیاذ بالله. سلفی ها چه عقیده دارند؟ اولا منهج سلفی صالح چی بود؟ اولا سلفی، مذهبی سلفی گفتنی مذهبی نیست. سلفی گفته کسان خود را میگویند که یعنی ما قرآن و سنت را به فهم صحابه و تابعین و تبع تابعین میگیریم. انا همین سخنی رسول الله بود که گفتند تمسکوا بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المهدیین. چنگ بزنید به سنتی من و سنت خلفای راشدین مهدیین. پیش از همه در قرآن الله گفت فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. اگر مردم ایمان بیاورند چگونه که شما ای صحابگان ایمان آوردید، به تحقیق هدایت مییابند. ای مردم بدخشان، ای مردم بدخشان افغانستان، همان وقت شما هدایت یافته هستید، همان وقت ایمانی شما در نزد الله قبول است که شما ایمانتون به مانند ایمان ابوبکر و عمر و عثمان و علی، عبدالله ابن عمر، عبدالله ابن عباس، عبدالله ابن زبیر، عبدالله ابن مسعود و دیگر از کبار صحابه و صغار صحابه باشد رضی الله عنهم اجمعین. صحابگان چخیل موحد بودند. صحابگان چخیل از قبر پرستی و مزار پرستی دور بودند. صحابگان بین خود و بین الله قبرها را واسطه نمی گرفتند. وسیله اونها وسیله قبری نبود. صحابگان موحد بودند، برات از کفار و مشرکین داشتند. برای همین است که الله سبحانه و تعالی از اونها راضی شد. اهل بدخشان، آیا این پیشوای شما عقیدهش، عملش به مانند صحابگان است؟ عقیدهش را نظر بکن. حالا او رفع الیدین میگوید، آمین گفتن را میگه. بله، رفع الیدین و آمین، در باب رفع الیدین و آمین هم این پیر ضال بدخشانی اهل سنت را طعنه زد، سلفی ها را طعنه زد و گفت که گویا سلفی ها میگن که کسی که در نمازش آمین نباشد، با صدای بلند آمین را جهریه نگوید،
رفع الیدین نکند گویا نمازش باطل بوده است، گویا این سخنی سلفی بوده است. این باطل است، تهمت است. ای اهل بدخشان، شما را شب و روز فریب دادند، شما را مثل گوسفندها فریب و نیرنگ به بالای سرتان میکنند، شما را به احترامی میکنند. به شما الله عزت داده، قدر داده و قدر و عزت و شرف شما در توحید است، در قرآن است، در سنت است. ما میگوییم که اگر نماز را به مذهب حنفی خوانید، رفع الیدین نکنید، آمین را بلند نگویید، نماز شما نماز است، نماز شما باطل نیست. این سنت است. سنت ترک کردن که یگان نفر از علمایی که خود را از اهل یا سلف باشند یا متقدمین یا سلفی امروز خود را بگویند نماز کسی را باطل نگفتن، این دروغ محض است. مقصد از این طعنه و تهمت هایی که این پیر ضال، این پیر گمراه بدخشانی افغانستانی کرد چی است؟ مقصدش مردم بدخشان را از قرآن و سنت دور کردن، مردم بدخشان را از دعوت حق، از توحید دور کردن است. ای مردم بدخشان، ای مردم بدخشان افغانستان، از عقب انا همین پیر وال نمازی که میخوانید نماز نیست، جمعه که میخوانید جمعه نیست، عیدی که میخوانید عید نیست، تراویحی که میخوانید تراویح نیست. اگر همچنین پیر وال ها باز همچنین باشند، از عقب اینها نماز شما نماز نیست. اینها آشکار و واضح دشمن صحابگان، دشمن تابعین و تبع تابعین هستند. سخنهای رافضه را میگیرند به بالای اهل سنت میمانند. این خو بسا سبب پاره شدن امت شدند. الله سبحانه و تعالی شما را ای مردم بدخشان افغانستان امر کرد که واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. به حبل الله، به قرآن و سنت. ابن عباس گفتند حبل الله لا اله الا الله. بلا اله الا الله چنگ زنید، بلا اله الا الله چنگ زنید، توحید آموزید، یک تا پرست شوید، براءت از کفار و مشرکین داشته باشید، کفر به طاغوت ورزید، مسلمان میشید. الله گفت الا من شهد بالحق و هم یعلمون. در روز قیامت تنها کسان شفاعت میشوند که در این دنیا لا اله الا الله را گفتند و معناش را میدانند. آیا معنای لا اله الا الله را میدانید چی است؟ الله گفت که فعلم انه لا اله الا الله. بیاموز، بدان، بفهمی که نیست معبودی بر حق بجز الله. آیا لا اله الا الله را این علماء اصول به شما تعلیم دادند؟ آیا الولاء و البراء را از کفار و مشرکین تعلیم دادند؟ آیا کفر به طاغوت را به شما تعلیم دادند؟ آیا لا اله الا الله محمد رسول الله را به شرط و شروطش تعلیم دادند؟ ندادند. شب و روز ضدیت به دوستان الله میکن. پس این پیر ضال بدخشانی است، نامش فراموش کردم. این صحبت مرا ان شاء الله بگیرید، در گروه هم میگذاریم، به ویدیوی او به این ویدیو این پیر ضال پیوست بکنید و بالاخره بگذارید. حیاکم الله و بیاکم.